یک هواپیمای شرکت تاجیک‌ایر بنابر مشکلات فنی در فرودگاه خوجند به طور اضطراری فرود آمد و نمایندگان فرودگاه میگویند خوشبختانه ضمن این حادثه کسی آسیب ندیده است. یکی از شاهدان حادثه به رادیوی آزادی گفت در فرودگاه وضع فوق‌العاده اعلان شد و مقامات قدرتی ماشین‌های سوختار نشانی و ماشین‌های یاری تعجیلی به فرودگاه سفربر شده بودند. در دفتر معلومات فرودگاه خوجند شب 9 مارس به رادیوی آزادی گفتند که در واقع هواپیمای خط سیر خوجند مسکو در فرودگاه نشستی اضطراری انجام داد. فرود به یگان حادثه صورت گرفت و همه 140 مسافر هواپیما صحت و سلامتند و هیچ کسی از آنها آسیب ندیده است. به قول نماینده فرودگاه به هواپیما میسر نشده است که درست پرواز کند، از این سبب برگشته است. مصاحب رادیوی آزادی گفت سبب‌های نشست اضطراری هنوز معلوم نیست و رهبریت آن را دیرتر اعلان می‌کند. یکی از کاربران وبسایت رادیوی آزادی از محل حادثه به ما گفت که در میان مردمی که آنجا جمع آمده بودند گفتگوهای صدا دادند که گویا ضمن پرواز چرخ هواپیما آسیب دیده است. هواپیما پیش از نشست 2 ساعت در فضای خوجند پرواز کرده است تا مواد سوختش را کم کند و سپس بنشیند. ابتدا درباره پرواز طولانی هواپیما در بالای شهر کاربران فیسبوک خبر دادند. با رسیدن تفصیلات شما را در جریان خواهم گذاشت. اگر مسافر این هواپیما بودید یا شاهد حادثه لطفاً به ما نویسید و یا زنگ زنید و از طریق ایما، وایبر، تلگرام و یا واتساپ با ما در تماس شوید. شماره ما این است: +420 724 053 959.